این نوبت مقصد تهیه برنامه ما را به بینای ریاست اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان آورد. قهرمان نمایش عضو وابسته اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان دکتر علم فلسفه پروفسور کرامت‌الله علیموف را در بیرون بینا واخوردیم. با تبسم ملیح و صحبت آرامانه ما را به اتاق کاریش دعوت نمود. با وجود سیرکاری به زودی راضی شد که چند لحظه فرصتش را صرف صحبتی ما گرداند. چون حیات خود را با آموزش و پژوهش علم‌های جامعه شناسی صرف کرده است، رشته صحبت ما نیز از رابطه میان انسان و جامعه آغاز یافت. جامعه تربیتگری انسان است. اگر انسان جمعیت خود را حرمت کند، ملت خود را حرمت کند، تاریخ و فرهنگش را حرمت کند و در همان زمینه در عائله نیز تربیه خوب گرفته باشد که ارزش های ملی و تاریخی خلق خود را در عائله احترام کنند، در اون صورت مهر و محبت ملت و خلق و وطن از کودکی در ضمیر انسان جای میگیرد و قدر و قیمت خلق و وطن خود را از خردی آدم از پدر و مادر و از معلم های اولین گرفته تا به کمال رسیدن و مستقلانه درک کردن و فهمیدن مسئله ها انا همین زمینه ملت دوستی و فرهنگ دوستی در انسان تشکل می یابد. اصلا کرامت‌الله علیموف در عائله شخصانی با سواد و با معرفت به کمال رسیده است. ایام خردسالیش، مشقت زندگی پدر و مادر و وابسته از این همیشه پی یارمندی به مردم بودن آنها و دانش اندوزیشان را دیده است. به یاد می‌آورد که شجره اولادی آنها همه اهل فضل و دانش بودند. در خانواده فرزند حسن خردی بودم. برادران دیگری من در جنگ 2 نفرشان رفته و یکیشان نابود شده، یکی دیگرشان بدتر با زخمی شده برگشته بودن و پدرم نیز در ساحه طب هنوز تا دوره انقلاب از سال 1900 سر کرده 50 سال در رشته طب مخصوصا مبارزه برای و مقابل کسلی های سرایت کننده که در اون دوره ها خیلی زیاد بوده است، مخصوصا از کسلی آبله کودکان بسیار نابینا شده یا که رویهایشان داغدار شده و چوتور شده و یا بسیارتر فوت میکردند. پدر ما در نزد خود وظیفه گذاشتند که برای صحتی مردم من باید خدمت کنم. در دوره کودکی من خانه کولیچه فقیرانه داشتیم، زیرا در سالهای 30 حولی بسیار هم با حشمت خانه های زیادی که داشته از بابایم و پدرم میراث مانده و پدرم هم نیز با ذوق بلند با جلب استاهای کندکار و نقاش خانه هایم اونجا ساخته بودن. 3 روز مهلت میدهند که خانه ها رو ویران کنید، اینجا راه میسازیم. بنابراین و مردم مراجعت میکنند که در این مدت 3 روز من کاری کرده نمیتونم، اگر در مدت 3 روز ویران نمیکردن با جوابگیری جنایتی میکشتن، حالا که این خیلی خانه دیگر دادن و جبران کردن اون مسئله ها نبوده است. بنابراین خانه ها را ویران کرده، هر کس چوب و چوز در تلویزیون هر چیزی که داشته با رازگی پدر گرفته میروند و بنابراین چند وقت خانه های دیگر اولیه های مردم به اجاره نشین شده. عقبت در همون باغ‌هایی که پدر داشتند و اختیار حکومت همش را دادند و بنابراین در یک کولیچه در دهه باغ کلان استراشن زندگی را به سر بردند. در آن خانه خردی که داشتیم، لیکن همه روز تقریبا روزانه مردها و از بیگاه اون طرف در نزد مادرم زنها جمع می آمدند و در بالای صندلی که مادرم داشتن کتاب ابو مسلم نامه، شاهنامه، حافظ، جامی، سعدی، هلالی این کتاب ها دائمی بودن
و بنابراین فقط شعرخوانی قصه خوانی میکردن، مخصوصا در زمستان. خودی کرامت الله علیموف البته گذشته هاشون طبع شاعری داشتن، شاعرای مشهور هم بودن. ظفرخان جوهری مثلا از شاعرای بسیار نمایان ما است در عصر 20 19 و 20 مثلا بسیار دیوانی بسیار چی دارد و با شخصیت های دیگر هم هستند و خودی کرامت الله علیموف هم شعر میگویند. کرامت الله علیموف مادری باسواد داشته است که در تربیت او نقشی سزاوار گذاشته است. این است که سهم مادران را در تربیت فرزندان همیشه مهم میشمارد. بارها من تاکید میکنم در واخوری ها نقش مادر بزرگ است برای انسانی واقعی شدن. مادر من یک مادر دانشمند بودن، خیلی شعر میگفتن، از ادبیات خیلی باخبر بودن. من گفتم زندگی بسیار خاکسارانه داشتیم. همون خانه هایی داشتیم که باران میبارید میچکید و لیکن در همون حالت ها مادرم در بالای صندلی میگفتن که شعر هلاله خانم یا جامعه خانم یا این چیزا همش میگذرد. با شوخی میگذرنده و نبیره های من را نیز برای تربیه کردن خدمت کردن. یک زنی عادی که لیکن همیشه صحبتشون شعر و ادب و فرهنگ بود. هنوزم 6 ساله پره نبودم، بسیار اصرار میکردم که من به مکتب برم. یک معلم بسیار خوبی داشتیم، خدا رحمت کند، و آدم گرفته ما رو بعضا برداشته وقتی برف میبود. با یک قربانبای کمالوف به نام رفیق داشتم، از رفیق دوستای کودکی و هم خردسال بود. هر دوی ما رو گرفته به مکتب میبرد. صنف یک را گویا در همون وقت با بهای اعلا تمام کردم، خورد بودم. پدرم یک روز گفتن که پسرم بیا شهر میرویم، اخون تو صنف یک رو تمام کردی باید صورت گیریم هر دوی ما. من وقت خیلی خورد و کودکای خورد سرفهم نمی رفتیم. خیلی یک خر داشتیم و خر سوار شدیم و در شهر رفتیم. بعد صورتگیر خانه بود در شهر. همونجا پدرم گفتن که هر دوی ما رو با این پسرم صورت گیر. پدرم کلانسال بودن، من در سن 67 سالگی پدر تولد شده بودم. بنابراین چون که برادرای دیگر گفتم در جنگ بعضیشون وفات کردن، بعضیشون با کارها هر طرف پراکنده بودن. بعد رسم گرفتیم. همون رسم بعد از آن که گرفتیم به من دادن و گفتن که پسرم این رسم بسیار احتیاط کن، این یک روز در کار میشود یادگاری من. من نمیفهمدم، لیکن به هر حال همون رسم خیلی احتیاط کرد. تا امروز در دستم است همین رسمی که با پدر اون وقت گرفته بودم. این سال 50. پس از ختم مکتب میانه راه سوی دوشنبه پیش گرفت. شفقی به اندازش به ادبیات و آثار بایگذشتگان او را به سوی فن‌های جامعه شناسی آورد. سالهای 59 69 راه ها خراب بودن. راه عقبه‌ای که امروز دوشنبه را با شمال کشور پیوند میکنند، راهی بسیار هم تنگ بود. ماشین های بارکش گاه میگشتن، همون رفتن میکردن. 12 ساعت 13 ساعت راه بود. یک سال و یک بار رفته میمودیم. لیکن آمدم داخل شدم و دانشگاه دولتی و شعبه شهرشناسی. مهر محبت و همین مهربانی مردم خیلی زیاد بود به یکدیگر. هر باری که در یک سال یک بار به وقت رخصتی به خانه می رفتیم. دیگر وقت همه وقت مکاتبه بود، مکتوب می نویستیم به خانه، از خانه مکتوب. وقتی که می رفتیم مردم دیگه جمع می شدن، چون دانشجوها هم کم بودن. یا می شدن می پرسیدن که در دوشنبه چی گپ است، چه خیلی آبادی است، معلم هایتان چه خیلی. خیلی چیزی که می دانستیم در همون دوره نقل می کردیم و مردم بسیار
همه دیهه خشتبار جمع شده دیدنی می آمدند. با هدایت استادان اکنون جدی به آموزش و پژوهش علم‌های جامعه شناسی بخصوص فلسفه پرداخت. شاگردی و آموزش از فیلسوف شناخته بابالدینов عزمش را در جدای انتخاب نموده قطعی گردانید. پژوهش‌های علمیش در سمت بازگویی عقیده‌های فلسفی بزرگان گذشته، افکار فلسفی نیاگان، تصوف و غیره او را واقعا هم همچون دانشمندی اصیل ساحه مشهور گردانیدند. وقت یکی از شخصیت‌های بسیار مشهور و نهایت صاحب اعتبار علم ما اکادمیک بهاءالدینov بودند. در فلسفه در تمام اتحاد شوروی آبروی اعتباری خیلی زیادی داشتند. اون کس دیرکتور اصلا تشکیل کننده کافدره فلسفه شعبه فلسفه در اکادمی علم ها اون کس بودند. شاگردان اولین فیلسوفان تاجیک هم از شاگردان اون کس بودند. بنابراین یک فضای بسیار خوبی بود. بعد از سپردن امتحان ها برای صحبت نزد اون کس بردن، هم صحبت شدیم، بعضی سوال ها رو دادن، بعد گفتن که من راضی هستم که شما رو به شاگردی قبول کنم. از اون وقت اسپیرانت بودیم. در این مابین باز وضعیت خانه، بیماری مادر و برادر اینها امکان نداد که تحصیل را دوام دهم. یک مدت رفته معلمی کردم در دیه. باز بعد از 1.5 سال تقریبا آمدم. اکنون استاد آسیمی پرزیدنت اکادمی علم ها انتخاب شده بودند و آخردیم گفتن که حتما بیایید تحصیل را اکنون دوام تید در اسپیرانتورا. هرچی مشکل باشد پس سر میشد، لیکن خواندن نکن. بعد تحصیل را ادامه دادیم. دیسرتاسی را در موضوع اندیشه های فلسفی اجتماعی اخلاقی حکیم صناعی دفاع کردم. سال 1971 کار بسیار بزرگ کرد. در اون سالهای در دوره شوروی مثلا همچون کار علمی گرفتنی یک شاعری صوفی مشرب شیخ، یک آدمی بسیار معتبر، بسیار آسان هم نبود، ولی این کس فلسفه حکیم صناعی غزنوی را در چیزی ما هم در علم ما تحقیق کردن، هم برای خواننده ما پیشنهاد کردن. برای خودشناسی و خودآگاهی ملی علم فلسفه نهایت هم ضرور است و از این نقطه نظر اکادمیک بهاءالدینov همیشه تاکید میکردند که فلسفه را خوب آموختن در کار است. نه به این خاطر که یک اثر نویسند، بلکه دانستن فلسفه راه حیات را خیلی خوب معین میکند، آسان میکند، انسان خودآگاه میشود. از مکتب خیلی جدی استاد علاءالدین محمودی بهاءالدینov هم من و دیگران در مخصوصا من که از شاگردان آخرین اون کس بودم، سال 70 اون کس وفات کردم و بعد از آن من حمایه کردم. مکتب خیلی مهمی حیاتی بود که اولا اینکه شخص دانشمند بودن، دومی که بسیار شخص پاک وجدان، سیوم سیرطلب بودن و بسیار هم انسانی و ملت و دولت سیاست صادق بودن. اگر یک مقاله نوشتم و معقول شد و خواندن یا یک چیزی اگر اثری که ایجاد کردم مقبول دیگران شود، از همین چیز خرسند میشم. البته من خیلی هم افتخار دارم که از نخستین شاگردان استاد کرامتالله علیمов در ساحه علم هستم، زیرا که سال 1988 هنگامی که با اسپیرانتورای شعبه فلسفه که امروز پژوهشگاه فلسفه هست داخل شدم و با هدایت اکادمیک موسی دینارشویف استاد کرامتالله علیمov راهبری بنده را به عهده گرفتند و من نخستین اسپیرانت استاد کرامتالله علیمov هستم. وقتی که ما موضوع رو انتخاب کردیم، موضوع درباره جهانبینی بهاءالدین ولد، یکی از متصوفان شناخته تاریخ فلسفه تاجیک هستند،
پدری مولانا جلال الدین رومی و تحت راهبری استاد کرامت الله علیمov من از سال 1988 تا سال 1991 رساله علمی خود را نوشته و دفاع کردم و رساله که برای من همچون عالم جوان یک چیزی نو بود، خوشبختانه با دستگیری و با کمک استاد کرامت الله علیمov انجام یافت، زیرا که من همچون ختم کننده شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان در آن وقت تجربه آموزش میراث فلسفی را نداشتم، ولی با کمک و دستگیری های استاد کرامت الله علیمov من توانستم که رساله علمی خود را در مهلت معین شده دفاع کنم. و غیر از این خرسندی من همیشه از چیزی دیگر، از موفقیت رفیقا، همکارها، شاگردا است. چون که انسان همان وقت خوشبخت میشد که ملتش خوشبخت باشد. و در دوره بینید چگونه یک فاجعه موتیش را ملت ما اثر گذراند. البته زمینه هاش این بیان شدن اتحاد شوروی بود، دشمنی هایی که از بیرون بود، سادگی های مردم ما بود که زود باوری ها داریم و بعضا به گپ بیگانه بیشتر گوش میکردیم. این چیزها بود. لیکن امروز خوشبختانه دیدید مسئله مهمترین این مسئله خودآگاهی و وطن پرستی است که در همین زمینه پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان خیلی کار بزرگی را انجام دادن و انجام داده ایستادند. ببینید هر جا که مثلا سخن از ملت ما می رود، پیش از همه پرزیدنت درباره مدنیت بزرگ ما میزنند، تاریخ و فرهنگ قدیمی ما میگن که نه، با افتخار گفتن در کار است، شرم کردن در کار نیست. تشبس های امروز در دوره استقلالیت که پرزیدنت ما در سطح جهانی اعلان کردن، مثلا خواه مسئله آب باشد، خواه مسئله ابن سینا، خواه مسئله جلال الدین رومی، خواه مسئله امام ابو حنیفه و غیره، اگر که مسئله های تاریخ و جامعه شناسی را در بگیریم، این همه به آن روانه شده است که خودآگاهی و خودشناسی ملت ما بلندتر گردد. و طفیل اون وظیفه های مسئولی که پرزیدنت به من سپارش داده بودند، یک کمی هم باشد خدمت کردیم که 6 مقام به فهرست یادگاری های غیر مادی انسانیت داخل شد 2003 و سرعزم سال 2010 و برزیل رفته بودیم، اونم با فهرست یادگاری های تاریخی انسانیت وارد کرد. این جای افتخار است، زیرا در یک دولت خرد هستیم، ولی در عین زمان موفقیت های بزرگی که ما داریم در دوره استقلالیت دیگرها آرزو میکنن. همین خیلی پس گم میزند، همین خیلی ملایم نیه که یک وقتا اگر من شاهد بودم که یک بی‌عدالتی را دید و یک او نفهمیدن، همین خیلی غرور، همین خیلی جسارت، همین گویم که یک شیر بر این آواز دارد و این قدر با جسورانه گپ زد. من حیران شدم که من گفتم این قدر با سیاستمدار بزرگم بوده است، خیلی باید نطاقی بزرگ. همون وقتی که کمیسیه یونسکو را راهبری میکردن قریب 11 سال، با همین خیلی با پیشنهاد همون یادگاری های سرعزم و انسامبل 6 مقام همینا هم نامنویس شدن در یونسکو همچون آثار قدیمه خلق تاجیک و همون سال 2005 این هم واسطه شدن که هنرمندان تاجیک در شهر پاریس در مرکز اروپا هنرنمایی کنند در همون تالار یونسکو. معنای لغویش گویی دیگر تنهایی، یعنی از آدم های دیگر دور بودن، کنار جویی کردن، در یک گوشه قرار گرفتن است. لیکن تنهایی معنای دیگر هم دارد. تنهایی در تنهایی ایجادی،
مثلا در یک جامعه نشینید از فکر و عقیده و دانش‌هایی که درباره جامعه و درباره مطالعه‌ای که دارید و فکر و ملاحظه‌ای که دارید آن را ایجاد میکنید، مینویسید. این تنهایی ایجادی چیز دیگر است. بنابراین مثلا گاه هم آدم میخواهد که آدم ایجادکار تنها باشد، یعنی نه به خاطر اینکه از مردم جدا باشد، بلکه جدایی که هیچ کس خلل نرساند و آن فکر و اندیشه‌ای که دارد برای کاغذ بیارد، ایجاد کند که باز به جامعه تقدیم کند. این تنهایی چنین تنهایی یعنی گوشه نشینی محض نیست، بلکه برای ایجادکاری، برای وقت را خوب استفاده کردن است. با سوال آنکه استاد به مفهوم‌های غم‌بشودی چه نظر دارد پس از سکوت ایلوه نمود. البته همیشه انسان که هست شادی هم دارد، سرور هم دارد، غم هم دارد. هرگاهی که مثلا نه تنها در خود ما بلکه در یک گوشه دنیا یک فاجعه‌ای به وجود می آید، البته آن کسی که دل دارد، عقل دارد، تاثیر میکند. ببینید واقعه های لیبی، سوریه، افغانستان. من در افغانستان هم چندین سال کار کرده بودم و حیثی خوب در وظیفه های مسئولم بودم. استاد ترسونزاده هم بینید که شادم اما میخورم غم های خلق دیگری در نظر می آورم تا راه گشته کشوری. هر کشوری که امروز اوکراین رو میبینید دیگر جا رو البته تاثیر میکند. اگر در کوچه های خود ما هم گردید یک آدم محتاج را بینید، یک کسی که بینوا گشته است بینید، البته آدم غمگین میشد. لیکن میبینید که یک کودک خرسند از کوچه رفته ایستاده است، لباس تازه دارد، کتاب دارد، میخواند یا که به مکتب میرود، یا یک مادری میبینید که لبش پر از تبسم است و با طفل خود یک بازی میکند، صحبت میکند. این همه شادی و فرح است که نشانه یک رونق و رواج و آسودگی خلق کشوری ما است. از این جهت من هم مثل شخصان دیگر فرزندان ملت از شادی ها شادمان میشم، با غم ها شریک میشم، غمگین میشم، لیکن با آینده نظری نیک دارم که کشور ما کشوری آباد و سعادتمند بگردد. از شادی هم اشک میریزد انسان، لیکن مردها کمتر اشک میریزند، نه برای آنکه سنگین دل هستند بلکه خودشان زیادتر اداره کرده میتوانند، اما زنها زود اشک میریزند. لیکن در حالت جدا شدن از آدم نزدیکترین حتما اشک میریزند. یک فرزند بزرگ ملت اگر که خب پدر و مادر و خویشتبار و نزدیکان و پیوندان این معلوم است، لیکن وقتی میبینید یک فرزند بزرگ ملت از دنیا میرود باعث اشک میشد. و سال 1977 اگر در یاد داشته باشین استاد ترسونزاده از دنیا گذشت. مهر و محبت ترسونزاده در دل مردم ما چنان جای گرفتگی بود، از تمام گوشه و کنارها دوشنبه پری آدم شد، به اختیار آمده بودن. خیلی اینقدر مردم زیاد جمع آمده بودن، گریه میکردن یا که یک آدم نزدیک خودشان را از دست داده باشند. واقعا همین، چون که سببش چی بود؟ سبب که ترسونزاده چون فرزند بزرگ ملت ما با غم و شادی خلق خود از خورده شریک بوده و همیشه از موفقیتش خوشنود و از مشکلی هایش غمگین بود. بنابراین فرزند ملت شدن با غم و شادی ملت همراه بودن است. اگر کسی به فعالیت ایجادی کرامت الله علیموف توجه کنند می‌بیند که قهرمان ما در شعرنویسی نیز مهارت خاصی دارد و در این جهت الکی صاحب کتاب است. ولی مؤلف شعرنویسی را تنها برای خود مشغولیت و بیان احساساتش می‌داند و از جمله متخصصان شعرهایش بهای ارزنده هم گرفتند. شعر راستی که من مخصوص نشسته شعر نمی‌نویسم. گاه ها همه خیلی یک چیز الهام می‌بیاد یا در بسیارتر هنگام سفرها شعرها پیدا شدند
وقتی مثلا به برزیلیا وقتی که سرازم به فهرست امم جهانی یادگاری های تاریخی وارد میشد، ساعت 10 شب بحث های طولانی بودن، ساعت 10 شب قرار قبول شد که سرازم به فهرست داخل شد و اونجا همه خیلی قاعده بود سرداران تمام هیئت های کشورهای دیگر شما میستید آماده تبریک میکنن. ساعت 10 شب من با یک جوان خیلی صاحب استعداد کاتب مسئول کمیسیون یونسکو کاملوف بود، مراد جان که در وزارت کارهای خارجه کار میکند، ما یک جا بودیم. وقتی دیگرها آماده تبریک کردن، نماینده های دولت های بزرگ موفقیت ملت ما، خلق ما، دولت ما، خانه ها اشک از چشمم جاری شد که ببینید که یک فرزند عادی ملت هستم، لیکن همچنین نماینده یک دولت رفتم، حمایه کردیم منفعت های ملی را و فهرست داخل شد. دیگر نماینده های دولت ها 192 عضو یونسکو تبریک کردند. این موفقیت بزرگ و البته جای شادی بود. بعد چندین شعرها در همین زمینه به وجود آمدن که در طیاره و در همون مهمانخانه اونا درباره سرازم برزیل سرازم یک شعر دارم. کرامت الله علیمیچ عضو اتفاق نویسنده های تاجیکستان هستند و در جلسه های ما فعالانه شرکت می‌ورزند و همیشه کوشش میکنن که مثلا اگر ما جشن ها را مشترک در اتفاق نویسنده و اکادمیای علم های تاجیکستان میگذرونیم، همیشه این همکاری ما بسیار ثمرهای خوب میدهد. مثلا روح یک شاعر، یک ادیب، یک دانشمند گذشته را شاد کردن هم این کار خیر است. سال 1993 بود، همون وقتا نو تشکیل شوی ارتش ملی، نو اکنون گذاشتیم به صلح و وحدت، حال صلح پوره استقرار صلح به امضا نرسیدگی بود، لیکن علاقه جنگ خیلی کم شده بودند. گوییم که تاجیکستانی جنگ زده. ما ارتش نداشتیم آخر، ارتش ملی. پرزیدنت محترم ما فرمان برآورد ارتش ملی تأسیس یافت و اونها افسران عسکران را میبردن سرود میخواندن. سرودشان گجدله 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 بود. بعد از تلویزیون مراجعت کردن که آخر ما اینقدر شعر و ادبیات بزرگ داریم لیکن برای ارتش ما یک شعر نیست که خوانیم مراجعت کنیم. بعد همون زیر تاثیر همون حالت همین شعر همون شب پیدا شد. همه وقت در کمیته رادیو و تلویزیون یک شعر دادن، گفتن همین شعر ببین با فکرم سرود خوب می شود. نوشتگی بود سرودی صداقت، کرامت الله عالیموف. من که گرفتم بردم خواندم، بسیار در نظرم اول بسیار وزن شعر بسیار مشکل در نظر برای آهنگ در آوردن، لیکن همه خیلی سخنهای صمیمی، زمینی، سرودباب فکر کردم ببینم در وزن متقاربی شاه اثری به زوالی استاد ابوالقاسم فردوسی نوشته شده است: ایا تاجیکستان آزاد من، امید دل و خاطر شاد من، چو فرزند تو حاضرم بر دفاع، و حفظ تو جان را نمایم فدا. وطن باعث افتخارم توی، وطن مبدأ اعتبارم توی، وطن تار پود وجودم توی، وطن قبلگاه سجودم توی. همه آهنگ نوشتم آوردم و استاد شنواندم، با اون کسان معقول. خب رفتم، بعد از چند مدت ما رو دعوت کردن. خیلی با سید قل بلالوف شناس نبودیم، شناس کردن که این که سید قل بلالوف آقایوانه میدونستم ولی از نزدیک شناس نبودیم. بعد شناس شدیم، رفتیم گفتن بعد همه آهنگ نواختن، خیلی معقول بود، سید قل خواندن. بعد از همون پنج شد و در محفل های و مجلس های بزرگم این سرود صدا میداد. یک خدمت وطن پرستانه گویا از طرف ما بود. و
бо ансамбли эстрадии ҳамон вақт гулшан ҳамин суруда аввалин бор ман сароидам. баъди сароидани ин суруд бо ҳамовозии ансамбли дарё мардо ба ман чанд нафаро занг мезанад, мегӯяд дар диламон умед пайдо шуд ки акун дар тоҷикистон оромишу осоиштагӣ мебиёяд, барое ки мардумам роҳафтода шудагӣ буд. ватан боиси ифтихорам туӣ, ватан мабдаи эътиборам туӣ, ватан торгони вуҷудам туӣ, ватан қиблагоҳи суҷудам туӣ, ватан қиблагоҳи суҷудам туӣ. кароматулло олимов умуман ба ҳама навъҳои санъат таваҷҷӯҳи хос дорад. маҳз ин таваҷҷӯҳ буд ки ҳамеша мекӯшид ба ривоҷи санъати касбӣ ҳиссагузор бошад. بعضی ها میخواستند که تئاتر اپرا بالت خاصی ما نیست، از بین برده شد، پوشیده شد، بسته شد. حالا که ما مثلا ملکه صابر و برهانوف و عظمت دیگرها اینها ستاره های بالت جهانی شده بودند. اما وقتی که صنعت ما در یک ساحه و موفقیت جهانی وارد شد، آنها جزئی خدمت ملت ما حساب میشن. بنابراین وقتی که در آذربایجان واخوری وزیران فرهنگ بود، در سمالیات و مسکو می رفتیم، شویتکوی وزیر فرهنگ وقتی رسید بسیار مناسبت خوب داشتیم. پرسید که چه پرابلمی داری که من یاردم کنم. من گفتم بالت ما بسیار در وضع ناهنجار قرار دارد. بنابراین پرزیدنت ما به من سپارش داده که همین صنعت ما باید پیش رود. گفت که من بعد از یک ساعت با تو تلفن میکنم. وقتی که من در مهمانخانه تاجیکستان بودم تلفن کرد معاون اولش، گفت که خب شویتکوی با سپارش پرزیدنت روسیه و پولش زود سفر کرد و به من سپارش داد که کار شما را بود کنم. همین خیلی بعد از همون کارهای ما سر شد. از پیرم یک گروه آمدن از مکتب خریگرافی پیرم و 6 نفر کودکان ما رو از 240 نفر انتخاب کرده و همونجا فرستادیم. با بعدن گروه های دیگر رفتن و به همین طریق بالت ما بعد از ملکه صابر و دومین استودیوی که تشکیل کردیم در پیرم امروز یک نوع پیش رفته است. یا در مسئله اپرا باشد، اپرای ما هم خیلی اپرای در دوره های شوروی هم نرچند که نبود لیکن اثرهای زیادی به صحنه مانده بودند. خب آدمی ذات همیشه از خود پر قناعتمند شده نمیتواند. ما وقتهای زیادی هم میشود که مثلا همین خیلی میگذرد، میشینید ایجاد کرده نمیتوانید، یک چیز نمینویسید، به هدر میرود یا یک جمله. این وقتی بیهوده رفته ضایع شدن عمر است. از این چیز البته افسوس میخورم منم. خیلی لیکن زندگی چی است؟ گاه یک دوره موج ایجادی است، یک دوره میشود که خاموشی است، یک دوره میشود که باز همراه با دیگرها اثر ایجاد میکنید. انسان یک روزی از بین میرود، جهان را پدرود میگرد، اما کاری که کرده است، یک چیزی کاری نیکی کرده است از خود نشان باقی میماند که نام آدم را زنده میدارد. اگر به دل میگرد که جان هیچ و نفس هیچ و جسد هیچ و بقا هیچ، این هستی تو ننگ آدم تا به کجا هیچ. یعنی عاقبت کار متفکرای بزرگ به مثل به دل گفتن که هیچ است، جسد به خاک میرود، انسان محو میشود. انسان یعنی شخصی اندیویدوال، لیکن انسان باید